سرمایه‌گذار خارجی برای گرفتن اجازه‌نامه کار در تاجیکستان به رسمیات زیاد و مقامات آلوده به فساد روبرو می شود. به نمایندگان آمریکایی از تفتیش‌های پیوسته و مالیات ستانی بیش از حد از شرکت‌های خارجی شکایت می‌کردند. هرچند مقامات تاجیکستان می‌گویند که سرمایه‌گذار خارجی اگر می‌آید نور دیده و تاج سر است. هرچند قانونگذاری تاجیکستان ضمانت می‌دهد که قرارداد سند دخالت ناپذیر است، ولی نظام دادگاهی نافهم است و اجرای امرهایش مناسب نیست. نظام مالیات ستانی غیر قابل پیش بینی است و نه همیشه به منفعت قانونی صاحبکاران است. حکومت تاجیکستان عمدتاً با نظرداشت منفعت‌های خود به شرکت‌های امتیاز می‌دهد که فایده می‌آورند. طور یک تاجر گفت پرندگان فقط با اجازه حکومت حق پرواز دارند. بعضی از اقتصاددان‌های تاجیک با خلاصه‌های گزارش قسماً موافقند. بعضی دیگر میگویند با توصیه‌های اداره اقتصادی آمریکا از جمله پایین آوردن مالیات راضی نیستند، چون به گفته آنها طرح‌های زیاد اجتماعی از حساب اندازها عملی می‌شوند. تعداد میگویند با وجود آنکه تاجیکستان از نظر فساد و رشوه‌خواری در بین کشورهای جهان از مقام‌های بلندترین را دارد، اما حکومت سعی می‌کند این ظهورات از بین رود. به گفته اقتصاددان‌ها حالا باید کاری بانک‌ها را که وضع خوبی ندارند درست کرد. یکی از راه‌های برون رفتن از وضع فعلی رشد بازار مالی است. شرکت‌های خصوصی و کارخانه‌های استحصالی، کارخانه‌های خرد و میانه باید اوراق گرانبها به این بازار برآورند و به همین وسیله برای رشد خود سرمایه ارزان به دست بیارند، یعنی پول اهالی را جلب کنند. حالا در تاجیکستان به گفته بانک ملی در دست اهالی 15 میلیارد سومانی یا تقریباً 1.5 میلیارد دلار است. Ресурсов на около 15 миллиардов сомон. Если взять в эквиваленте, это 1,5 миллиарда долларов. به گفته مؤلفان گزارش، سرمایه‌گذاران چینی در مقایسه با دیگران خود را در تاجیکستان راحت احساس می‌کنند. آنها در 10 سال در کشور بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاشتند. چون این سخاوتمندی سرمایه‌گذاران چینی به گفته اقتصاددانها به شرافت ضمانت‌های دولت است. چین حالا سرمایه‌گذار اصلی اقتصادی تاجیکستان است و اساساً این سرمایه‌ها از طریق بنیادهای دولتی چین می‌آیند. در این حال بانک‌ها به سرمایه‌گذاران خود کفالت‌های معین می‌دهند. اقتصاددانها به این نظرند که اوضاع در تاجیکستان بهتر می شود، اما سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی بغیر از چینی ها میل زیاده برای آمدن به تاجیکستان ندارند.